آقا سلام و درود به همگی، چطورین؟ خیلی خوش اومدین که یه ویدیو جذاب باحال دیگه دوهایی شد. من از طرف مدرسه دعوت شدیم به اردو از نمایشگاه بین‌المللی فنما که خیلی مربوط به هوش مصنوعیه و گفتم شاید براتون جالب باشه یه ولاگ بگیرم و آوردن گوشی هم مجاز بود. گفتم پس یه باره اصلا ولاگ گرفتن لازمه. بریم به سمت مدرسه. Here we go. خب آقا من اینجا سوار ماشین شدم رفتم سمت مدرسه. بعد از اینکه رفتم سمت مدرسه رفتیم سر صبحگاه که رفتیم به ما گفتن حق ندارین گوشیاتون رو تو سر صبحگاه در بیارین و اینا. حالا ما سر کلاس در بودیم و حالا شما بقیه ولاگ رو حتما تا تاش ببین. اتوبوسا بیام بریم پایین و بریم سوار اتوبوس. بچه‌ها تو اتوبوسی داریم میریم به سمت نمایشگاه. نمایشگاه باید ببینم تغییر چیزی فکر کنم داریم میبینیم. اینجاست نمایشگاه تا ببینیم چی میشه. آقا اومدیم توی نمایشگاه. اینجا هست اومدیم تو نمایشگاه. فقط قبل از که بریم ادامه این ولاگ لایک و فالو و سابسکرایب و فعال کردن زنگوله فراموش نشید تا بفهمید که ویدیو اون البته زنگوله رو واسه آپارات یوتیوب جفتش فعال کنید. عشق منی. آقا بقیه بخشا رو نشون حالا واسه نگاه کنید. تجمع زیاده فعلا تجمع زیاده تا ببینیم چی میشه. اومدیم تو نمایشگاه. چه طرحهای خفنیه واقعا. بچه ها اینم ماجی پشمان ماشین رو بردن تو. حالا واسه چی هست و خدا میدونه. آره این خودرو برقیه بچه ها. غرفای دیگه فکر کنم غرفه چیز هم باشه هوش مصنوعی و اینا باید پیداش کنیم. اینجا همه تجمع کردن. توپک بچه‌ها توپک رو دیده بودی؟ اونا رو برای چی می‌ریختن؟ برای نگه از تب و اینا بریختن. یه نوع بتونه پیش رفته است. بچه بتونه پیش رفته. خیلی خودم چیز رو دوست داشتم. اسمش چیه؟ غرفه های هوش مصنوعی که انشالله پیداشه بد نیست. اینجا مسابقات رباتیکه جالبه. خب بچه ها بزنم غرفه چیز بوداست. غرفه های هوش مصنوعی هم پیدا کنیم بد نیست. این هفته بیشتر سازی چه حالا یه جایی که زیاد طول نکشه شاید تو ادیت دوره تند کرده. بچه این قرفه هم بریم یه سرکی بکشیم.
نه من قرص بازی و اینا فکر کنم مال بازی فکریه اشتباه نکنم. اینجا تلویزیون واسه چی بوده رو نمیدونم. اما تیوی واسه چی باشه؟ راحت بچه اینجا رو اومدیم. بذارید من کات کنم ویدیو رو. جا جدید و اینجا قرص هست. استودت دوچرخه برقی و اینا. اوه چه جالب بچه. بریم قرص‌های جدید رو پیدا کنیم. چون میشه برو بکس از اون ور راه داشته باشه بریم ببینیم. تابلو چه تابلوهای شهری از آره دیگه اینا شب رنگ و اینا هم داره. چه؟ با شب رنگ بچه رنگش تغییر میکنه چون گفتم دست نزنیم بهش. خسته شدم. نمیدونم چرا. بریم یه جایی بشینیم یه ذره خوراکی بخوریم و اگرم بشه یه کمی استراحت کنیم. حالا باید بوفه رو پیدا کنم. نمیدونم من بوفه کجاست. بریم بوفه رو پیدا کنیم یه ذره استراحت کنیم. یه ذره اینجا روی این میز نشستیم یه 5 دقیقه استراحت کنیم بعد بریم ادامه نمایشگاه. اومدیم کافی شاپ. من یه زمین سفارش دادم دیگه
منتظرم آماده شد بعد ببینیم چی میشه. آقا خوردیم و بریم ادامه نمایشگاه. من یه جا اسکوتر برقیه بود دیدم و نمیدونم نشونش دادم یا نه. انگار کرایه نه قرضش میدن. خواهم ببینم میشه باشه یه ذره دور کرد یا نه. بین غرفه ها میگردیم یه ذره بگردیم تایممون تموم شه بریم دیگه. کلا تو نازم مجلسی بود اینجا بشیم همین دم ورودی تا همه بچه ها جمع شن و از رو لیست اسما رو ببینن و کسی جا نمونه و اینا برگردیم تو اتوبوس. چند دقیقه طول میکشه بریم یه دست گیم بزنیم. بریم از نمایشگاه برمیگردیم بچه‌ها بریم سوار اتوبوس ها شیم دیگه. آقا برگشتیم تو راه پیاده روی بندرسیم بریم تو مدرسه و الان 12:30 یک زنگ میخوره و دیگه میریم خونه. خب دوستان عزیز ما اینجا رفتیم تو مدرسه یه 20 دقیقه نیم ساعت صبر کردیم زنگ خورد و برگشتیم خونه. در کل امیدوارم از این ولاگ راضی بوده باشید. اگه کم و کسری بود به بزرگی خودتون ببخشید و لایک و فالو و سابسکرایب و فالو کردن زنگوله واسه جفت چنل‌های آپارات یوتیوب هم فراموش نشه. عشق منید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.